سلام. امروز قراره که در مورد دستگاه اسپرسو، اجزای تشکیل دهنده دستگاه اسپرسو و مواردی که برای درست کردن یک قهوه خوب نیازه با هم صحبت کنیم. همراه من باشید. دستگاه‌های اسپرسو به دو دسته تقسیم میشن: دستگاه‌های اسپرسو ساز خانگی و دستگاه‌های اسپرسو ساز صنعتی. دستگاه‌های اسپرسو ساز خانگی برندهایی مثل نووا، برندی مثل مباشی و دلونگی جزء برندهای معروف دستگاه‌های اسپرسو ساز خانگی هستند که میتونین تهیه کنین و ازشون استفاده کنین. البته این به این معنی نیست که برندهای دیگه خوب نیستن، ولی خب میشه گفت اینا برندهایی هستن که دقیق‌تر هستن و در واقع کارشون بهتره. اسپرسو سازهای صنعتی خودشون به دو دسته تقسیم میشن: اتومات و نیمه اتومات. خب برندهای خیلی متفاوتی دارن، برندهای زیادی دارن، رقابت در بازار خیلی زیاده، همشون عالی هستن، ولی بین اینها برندهایی مثل بیزراد، جیمبالی و سیمونلی جزو برندهایی هستن که جواب کارشون رو پس دادن و بسیار دستگاه‌های عالی و رضایت بخشی هستند برای استفاده. بریم که در مورد اجزای تشکیل دهنده دستگاه‌های اسپرسو صحبت کنیم، البته مهمترین هایی که در واقع به کار شما میاد. همراه من باشید. پورتافیلتر یک قطعه از در واقع میشه گفت دستگاه اسپرسو هست که ما قهوه رو داخل اون میریزیم تا بتونیم در واقع قهوه رو عصاره گیری کنیم. تمپر وسیله‌ایه که وقتی که ما قهوه رو داخل پورتافیلتر میریزیم به وسیله تمپر با فشار 9 بار قهوه‌مون رو فشرده میکنیم. لولر هم در واقع میشه گفت از خانواده تمپر هست و به ما کمک میکنه که قهوه‌ای که داخل پورتافیلتر ریخته شده رو مسطح کنیم و بتونیم یک مقدار فشردش کنیم. فانل وسیله‌ایه که قبل از این که در واقع ما قهوه رو از دستگاه گرایندر یا آسیاب قهوه داخل پورتافیلتر خودمون بریزیم، فانل رو بالای بسکت یا سبد پورتافیلتر خودمون قرار میدیم و بعد در واقع شروع میکنیم از دستگاه گرایندر به گرفتن قهوه. فانل به ما کمک میکنه که وقتی که قهوه رو داریم از دستگاه گرایندر میگیریم، چون یک بافت نرمی داره و در واقع یک مقدار پفکی هست، کمک میکنه که قهوه اسپرسو از کنارهای پورتافیلتر ما به بیرون نریزه. نیدل وسیله‌ایه که وقتی که قهوه رو داخل پورتافیلتر خودمون میریزیم، اگه این قهوه ها توی یک جا تجمعی داشته باشن یا به زبان عامیانه گوله شده باشن، به وسیله نیدل این بافت ها رو از هم باز میکنیم. هد گروپ یا در واقع همون گروپ هد قسمتی از دستگاه‌های اسپرسو هست که میشه گفت آخرین مرحله‌ای هست که آب داخلش حرکت میکنه و در واقع آب رو به پورتافیلتر ما میرسونه. ما وقتی که میخواییم عصاره‌گیری قهوه رو انجام بدیم، پورتافیلتر رو به هد گروپ دستگاه اسپرسو میبندیم. بویلر قسمتی از دستگاه اسپرسو هست، در واقع مخزنی هست که داخل دستگاه اسپرسو قرار گرفته و به ما کمک میکنه که آبو درون خودش نگه داره و برای ما آبو گرم و داغ بکنه. استیمر یا نازل بخار دستگاه وسیله‌ایه که میتونیم ازش برای بخار استفاده کنیم. مثلا اگه بخوایم قهوه‌ای درست کنیم که داخل شیر باشه و به فوم نیاز داشته باشیم و یا بخوایم شیر رو گرم کنیم، از نازل دستگاه یا همون استیمر کمک میگیریم، از شیر فوم میگیریم و یا شیر رو به دمای 60 درجه‌ای که نیاز داریم میرسونیم. خب بریم سراغ مواردی که برای دم‌آوری یک قهوه خوب نیازه که رعایت بشه. با من همراه باشید. برای دم‌آوری یک قهوه خوب نیاز به چند تا وسیله و رعایت چند نکته رو داریم که باید اینا رو انجام بدیم تا بتونیم یک عصاره‌گیری عالی و دقیق داشته باشیم. ببینید اینجوری نیست که شما فکر میکنین که در واقع تو منزل یه دستگاه خونگی گرفتین، یک مقدار قهوه
داخل پورتافیلتر میریزین، تمپش میکنین، به هد گروب دستگاه میبندین و با فشار یک دکمه عصاره گیری میکنین و تمام و قهوه درست شد. نه، این در واقع اشتباهه و قهوه شما 100% اوور یا به زبان ساده میشه گفت قهوه سوخته. روش دقیقش اینجوریه که ما نیاز به یک ترازو باریستایی داریم، ترازو باریستایی یا اسکیل. ما باید پورتافیلترمون رو وزن کنیم. پورتافیلتر رو روی اسکیل قرار میدیم، وزن پورتافیلتر رو 0 میکنیم و حالا شروع به ریختن قهوه داخل پورتافیلتر میکنیم. 18 الی 21 گرم قهوه نسبت به سبد پورتافیلترمون باید داخل پورتافیلترمون بریزیم. بعد با نیدل قهوه‌های تجمع شده یا بافت‌های سفت رو در واقع از هم باز می‌کنیم. به وسیله لولر قهوه رو مسطح و به وسیله تمپر یک فشار 9 بار به قهوه میدیم و بعد قهوه رو به روی در واقع هد گروب دستگاه اسپرسو میبندیم. زمان عصاره‌گیری قهوه ما باید بین 22 تا 25 ثانیه انجام بشه. اگه پایین تر از اون در واقع عصاره‌گیری انجام بشه قهوه سوخته یا اوور شده و اگه بالای 25 ثانیه بره باز هم قهوه سوخته یا اوور شده. اگه ما در واقع بعد از اینکه وزن پورتافیلتر خودمون رو 0 کردیم، اگه 18 گرم قهوه با ترازو داخل پورتافیلتر خودمون بریزیم و در بازه زمانی 22 الی 25 ثانیه از دستگاه بخوایم این قهوه رو عصاره گیری کنیم، اگه فنجونمون رو روی اسکیل یا در واقع ترازو قرار بدیم، 18 گرم قهوه به همراه حالت عصاره گیری شده خودش که در واقع با آب عصاره گیری میشه، باید 36 گرم قهوه داخل کاپ یا فنجان شما باشه. این نحوه دقیق عصاره گیری قهوه است. البته خیلی ریزتر از این موضوعات هست. شما باید پروفایل خودتون دقیق در بیارین. باید با گرایندر یا دستگاه آسیاب با درجه هایی که داره در واقع پایین و بالا کنین. در واقع درجه کم رو قرار بدین، قهوه رو آسیاب کنین، داخل پورتافیلتر بریزین، تمپش کنین، به دستگاه ببندین و نسبت به ثانیه دستگاه، نسبت به ثانیه‌ای که میتونین با ساعتتون بگیرین، 22 تا الی 25 ثانیه باید قهوه شما عصاره گیری شده باشه. اگه 18 گرم در نظر بگیرین باید 36 گرم قهوه در واقع به شما بده. اگه این دقیق نباشه قهوه باز هم اوور هست. شما باید سراغ دستگاه در واقع گرایندر یا آسیاب خودتون برین. اگه درجه رو کم کردین یک مقدار درجهش رو بیشتر کنین، در واقع درشترش کنین آسیاب و دوباره همین کار رو تکرار بدین تا به زمان دقیق 22 الی 25. حالا دقیق هم نمیخواد باشه، 22 تا 25 شاید یه خود بالا پایین تر. 18 گرم قهوه اگه در نظر بگیرین، 36 گرم قهوه باید به شما بده. قهوه‌ای که سوخته باشه تقریبا میشه گفت طعم ازش به شوری میزنه. قهوه باید به ترشی بزنه یا نسبت به گونه‌ای که خریداری کردین طعمزه شکلاتی داشته باشه یا یه طعم ملایم. در واقع قهوه‌ای که خیلی تلخه و تهش به شوری میزنه اون قهوه سوخته، اوور شده و بیشتر مردم ما در واقع تو منازل وقتی که از دستگاه‌های خانگی استفاده میکنن دارن قهوه سوخته و اوور استفاده میکنن و هیچ در واقع خورده‌ای نمیشه گرفت. خب تو هیچ خونه‌ای دستگاه گرایندر یا آسیاب نیست، تو هیچ خونه‌ای دستگاه اسکیل یا در واقع ترازو باریستایی وجود نداره. این دستگاه‌ها در واقع وسیله‌ای هستند که داخل کافی شاپ به درد میخوره، داخل خونه زیاد به درد نمیخوره مگر کسانی که در واقع به سلامتی قلب خودشون توجه میکنن و علاقه زیادی به قهوه دارن. حتما باید گرایندر یا آسیاب قهوه و یک اسکیل داشته باشن تا بتونن دقیق قهوه‌ای رو که میخواین تو وزن دقیق و تو زمان دقیق عصاره گیری کنن. نحوه صحیح در واقع دماوری قهوه این گونه هست. البته خیلی ریزتر از این هست عصاره گیری دقیق قهوه و در واقع در بردن پروفایل قهوه. من خیلی کلی ازش گذر کردم. تو در واقع کانال های دیگه هست، کسانی که از من واردتر هستن، استادایی که در مورد این موضوع صحبت میکنن برای
دماوری دقیق قهوه باید پروفایل قهوه رو درش بیاریم و نسبت به گونه قهوه و قهوه‌ای که داریم استفاده میکنیم زمان دقیق، وزن دقیق قهوه رو در بیاریم. ممنونم که با من همراه بودید. خوشحال میشم که کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. در ویدیو آینده میخوام در مورد انواع قهوه و گونه های قهوه با شما صحبت کنم. مرسی.